رو انجام دادن. بچه ها رو گفتن بچه های 3 تا 5 ساله رو مادرشون وردارن بیارن توی اون سالن اون دانشگاه نگه دارن. خیلی کار میکنن، حوصله دارن. مادران با بچه هاشون اومدن توی سالن، همه جمع شدن. به مادران گفتن که یک لحظه که به شما اعلام میکنیم همه بچه هاتون رو بذارین برید بیرون، چون میخواستن ریاکشن بچه ها رو اونجا چیکار بکنن، بسنجن. مادرها رفتن بیرون. بچه ها 3 دسته بودن. این بچه ها رو آزمایشش خیلی 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 جالبه، من براتون پرینت میگم حتما بخونید. شاید بچه ها شدن 3 دسته. یه عده بچه ها که مثلا مادرشون رفت بیرون، مثلا یه عدهشون بقیهشون شروع کردن به گریه کردن های خیلی شدید، خرکی، یه اصلا سالن داشت میومد پایین. گفتم برگردیم. اونایی که بچه‌هایی که دوباره 3 تیپ شدن، اونایی که اصلا این خیالشون نبود، مادرشون اومد گفت اینم اومد دوباره، نشستن کنارش واکنش نشون ندادن. یه عده بچه‌ها که زار زار گریه میکردن تا مادرشون اومدن سریع مادرشون رو بغل کردن، آرام شدن. یه عده دیگه مادرشون اومده بودن بازم داشتن عرر میکردن، ای بابا، هر کاری میکردن چیزی آروم نمیشدن. بعدها اینا رو تعقیب کردن، اومدن دیدن اونایی که این خیالشون نبود دارن آمار بکش شد یا نمیدونم اون چرا دارن درست میکنن، بی تفاوت بودن. اونهایی که مادرشون رفت بیرون و برگشت و با دیدن مادرشون آرام شدن، آدم‌هایی بودن که وقتی بزرگ شدن، ازدواج کردن، زن گرفتن، زندگی خانوادگی بسیار بسیار خوبی داشتن. هم بلد بودن ابراز احساسات عاطفی بکنن و همون بیچاره موجود مقابل خودشون رو چیکار می‌کردن؟ درک می‌کردن. اونهایی که اومدن مادرشون اینا رو بغل کرد اما باز هم گریه می‌کردن، دیدن آدم‌هایی هستن که آدمای خوبی هستن، عاشق میشن، زندگی تشکیل میدن ولی نمیدونن، بلد نیستن چجوری عشقشون رو نگه دارن. ناخواسته همسر خودشون رو بدون اینکه توجه بکنن، بدون اینکه خودشون بخوان، دوستش داره ها، ولی یه جورایی اذیتش میکنه. ندیدین این آدما؟ وقتی میری باهاش میگن به خدا دکتر میمیرم براش، یارو برام داریم بیاین 2 ساعت خواهش تمنا فلان و اینا، میره دکتر قربونت برم مرسی، فردا این اینقدر چشی اومده بالا، بابا تو دوستش نداری اینو، به خدا دوستش دارم. یه دفعه اینجوری شد، یه دفعه مثلا دستم رفت و کتکش زدم. چرا؟ دلیل این چیه؟ اونایی که آروم شدن اسمشون رو گذاشتن secure attachment style، یعنی شیوه عاطفی امن. اونایی که مادراشون رو دیدن آروم شدن. اما اون یکی رو گذاشتن insecure attachment style، یعنی شیوه غیر امنیتی عاطفی. بعد اینجا جالب بود، گفتن خانم شما اومدن اونجا فرم داشتن دیگه، فهمیدن اونایی که آرامش داشتن این احساس، این که توی تعالیم دینی هم هستش میگه بچه‌تون رو به آغوش بکشید و او را محکم، این حس حمایت رو مثلا 3 سالگی 4 سالگی آموزش میدم. به والله قسم، حالا اینجا من بخوام بگم میخندین، شاید می آوردیم روش بغل کردن فرزند رو یاد بدیم. اینجوری کدوم قسمت های بچه شما وقتی بچه رو دارین شما انجام میدین، اسپاینال کورد یا عصب نخاع شوکی که اطلاعات بچه رو میبره بالا، محلیه که محل احساسات عاطفی بچه رو به این حالت محکم در گوشش بابا جون عزیزم، این با احساس 10 روز 15 روز بچه‌شو ندیده، حالا یه جا داره کار میکنه میاد بعد سلام بابا خستم برو. اون دیگه چی؟ اون لحظه 15 روزی نبودن رو به خدا توجه کنید. اون لحظه‌ای که نبودنایی که هست تو این زمان‌ها مهمترین زمانه. این لامصب هرچی دوری که بیشتر میشه، اون حرف زدنه، اون صحبت کردنه. من به یارو گفت من روم نمیشه بزنم بگم. گفتم یه چیزی بگم غیرتی نمیشه، چاقو برداری به دنبال من. گفتم تو نگی بهش میگن ها. باید بهش بگی. مرد هم باید زن، یعنی باید گفت. این محبت رو در هر سنی باشیم کلامی رفتاری باید ببینیم. بچه‌هاتون رو 12 بار زیاد شما هم ترکی بغل می‌کنید قلنج بلنج بچه میشکنه، 2 بار 3 بار بچه رو این احساس رو بهش انتقال بدین، جلوش بی‌تربیتی نکنین، بهش محبت کنین. من تضمین میکنم که بچه‌های خوبی میشن. به افتخار خودتون که